های پینکی، به یه ویدیو جدید چنل بلک پینک صد خیلی خوش اومدید. موضوع این ویدیومون اینه که شما از یکی از ادیت‌های من خیلی خوشتون اومده بود و گفتین که آموزشش رو براتون بذارم و امروز اومدیم که آموزش اون رو بهتون بدم. اول از همه وارد برنامه اینشات میشید. اون ویدیویی که میخواید رو انتخاب میکنید و واردش میکنید. از قسمت برش، حالا مثلا اگه میخواید فقط یه تیکرش رو ترجمه بکنید، اون یه تیکر رو جدا میکنید از بقیه ویدیو. حالا قاب ویدیوتون رو به سلیقه خودتون تنظیم بکنید. بعد از اینکه قاب رو تنظیم کردید، از بخش PIP وارد بشید و یه اکولایزر وارد بکنید. منم از این اکولایزر استفاده میکنم که اگه میخواید اکولایزر رو براتون به صورت جداگانه آپلود کنم که بتونید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه اکولایزر رو وارد کردید، از قسمت تلفیق در واقع این صفحه مشکی پشت سرش رو از بین ببرید. حالا اسم موزیکتون و همون خواننده یا همون مثلا گروهی که اون آهنگ خونده رو دقیقاً بذارید بالای اکولایزرتون که این شکلی خیلی قشنگتر میشه و مثلا معلوم میشه که چه کسی اونو خونده و در واقع چه آهنگیه. توجه داشته باشید که همیشه مثلا از فونت‌های جذاب استفاده بکنید و همینطوری بدون فونت و اینجور چیزا این ویدیوتون رو آپلود نکنید، چون هر موقع فونت میذارید روی ویدیو در واقع خیلی اون ویدیوتون قشنگتر میشه و مخاطب رو بیشتر به خودش جذب میکنه. حالا میریم سراغ لیریک ویدیو. شما میتونید برای اینکه مثلا خیلی قشنگ‌تر بشه لیریک فارسی رو بنویسید و زیر همون که لیریک فارسی رو نوشتید لیریک انگلیسیش هم زیرش بنویسید و برای اینکه قشنگ‌تر بشه از فونت استفاده بکنید. از یه فونتی استفاده بکنید که هم اون فارسی رو خیلی قشنگ نشون بده و همون متن انگلیسیتون رو. تا پایان ویدیو هم فقط کافیه که همین کار رو انجام بدید. امیدوارم از این نوع ویدیو خوشتون اومده باشه. برای ویدیوهای بیشتر چنل بلک پینک صد رو سابسکرایب کنید و اینکه بگید ببینم ایده ویدیو بلند بعدی چی باشه.